با هم مابد پوستولا سرود میخوام بابا یک جفت میرم رو با هم بود دوم نبود خر بود عروسم درمان بود مادری و گیران بود جیگری و بیان بود مردم همه حیران بود بود نبود دو تا کӯзапушт بود. نام یکتاش усмон و نام دیگرش سubҳон. دو کӯзапушт بیچاره همه وقت غمگین و ملول از احوالشان شرم کرده و از مردم گریخته تک تک دیوار می گشتند. روز усмон سحری به حمام رفت. هنوز تاریک بود. در حمام کسی نبود. در اومده دید که در درونی حمام یک گروه پریزادها دایره زده خرسندی می کردند. حیران شد و از ترس جان خودش را به درون آنها زده سرش را خم کرده به بازی در آمد. همچنان رقص کرد که پریها حیران ماندند. طلب کن، از ما چی می خواهی؟ گفتند آنها. усмон گفت بلای جانتان را گیرم، همین کوزه مرا از پشتم گیرید. پادشاهی پریها فرمان داد که کوزه‌اش را از پشتش گیرند. усмон از حمام برآمد، قامتش شمشاد برین رفت. واقعه را به جورش سبحان نقل کرد. من هم همین کارو میکنم، گفت سبحان و پگاهی بر وقت خیست و به حمام رفت. رفته در اومده دید که در درون حمام یک گروه پریها لباسی کبود پوشیدگی حلقه زده گریه کرده نشستند. این هم دویده رفت. بین دوره در اومده رقص و بازی کرد و رقص و بازی خود را دوام دادن گرفت. یک دختری پریها مرده بوده است و آنها گریه می کردند. این کӯзапушт باشد رقص و بازی می کرد. پریها گریندگیشان را بس کردند و بعد سردارشان گفت طلب کن، از ما چی میخواهی؟ ای از سرتان گردم، همین کوزه من از پشتم گیرید. گفت باید کوزه را بیارید و به بالای این کوزه زن کنید. فرمان داد سرداری پریها. سبحانی بیچاره زیق شده به پیش جورش усмон آمد. усмон دو برابر شدن کوزه پشت او را دیده حیران شده پرسید ای جوره، به تو چی شد؟ سبحان واقعی شدگی را گفته داد. ای نادان، آدم انا از همین بی‌فراستیش شرایط رو نفهمیده کار کردنش خودش به بلای بد گرفتار میکند. آخر تو دیدی که پریها گریه میکنند، تو هم در اومده گریه کرده خودت را زدن گیر بودی. عقل را خدا برای چی داده است؟